سلام بچه‌های قلمو، درود بر شما. یه قبل کارو داریم واحدمون تو صفحه داشته. این دیوار الان کلا رو آفتابه. قلبی یعنی از ساعت 11 10:30 باز شد تا ساعت 6 غروب کلا زل آفتابه. دیوار تا جایی که تونستیم کندیم. بقیه دیوارش کمتر ترک و پوسیدگی داره. دور لوله بخاری که دیگه سر حرارت رسید به آجر اینقدر کندیم. اون بالا رو باز من نشون بدم. حالا کلیپ جدا گرفتم واسه این کار. ببینید فکر می‌کنم خاطر کنم. حالا میشه درست کردن اینم. یه کلیپ جدا براتون بعدا تو پیج میذارم. ترکارو می‌خوام کامل نگرفتم. همه بعد درست شده ما در عجله کنیم. اینم زمین کار مقدر بهش میگن میز کار. باشه مثلا چند تا لکه داره روغن باشه اینجا جای گاز بوده. چند تا لکه داره که اونم استنباده با رنگ روغن مات یا نیمه براق درستش می‌کنیم. واقعا خونه فکر کنم بعد کارش بهتر کنه. خیلی کار داره دیگه خیلی کار داره. این همه اینا رو بعدا براتون میگم. ترکارو نشون میدم نمیدونم. اینجا کلا باید تموم شه. این سیمان هم درست نیست که شنیدید سیمان بود. یعنی در اینجا که دستشویی نمو بگیرن اینجا رو سیمان می‌کنن. سخت اما که کاذب نباشه برای بعد یه مدت بخارا این کارو می‌کنه. داخل کامل دیواری هم دیگه نمیاد تا بعد کارو براتون میذارم ولی دور بالا. خدا نگهدار. دوستان ما ترکار گرفتیم. گرد خاکش هم بگیریم. برام قشنگ کردیم. حالا قبل کار تو نظر باشه. فشار رو راست کنیم. پیاده می‌زنیم. چند تیشنگی دیوارو بگیریم و بعدا هم فشارش اذیتمون نکنه. قشنگ گچمون بچسبه. گچ قدیمی. دیگه دست در بیادش. بعد کار اینجا رو براتون بگیرم. تفاوت رو ببینید. دیوارو همون نگاه کنه. الان یه دست خورده. ولی گچ با یه دست در میاد. بعد می‌زدن یه جوری که دست اصلا نمی‌خوره. حالا ما دیوار استفاده کردیم. اونم واسه نشون براتون گرفتم. حالا ببینید با آب در رفتش می‌کنیم. حالا باز من آخر کار اینجا دیدم. از اونجا دو دست دارم. ولی بعد از اون شده. بعدش می‌گیریم. بعد از اون. اون که نظر باشه. نختم شيش الصباية انستا بويس باي خد الجوب دايما زاكربرج توفوتي داين سان رايز باي بن استوري بايرن تايب اكنن که گود مورنینگ گایز ایم سو های حتی 60 برم لایک و دیسلایک من خل گنگم وای 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 تا پاشم من خواب سر ظهره بدنم کوفته است و استایلم چپ و چوله چیزی لود نمیشه و مغزم انگو قفله گوشیم رو سایلنس 300 تا زنگو خورده احمد تکست داده میگه داده با کجایی. سلام بچهای قلمو، اتمام کار زیبا و دلنشینمون در صفحه داشت. امیدوارم مورد پسند باشه. خودم جلوهای نور و رنگ پردازی رو گفتم که این درایی که ما میزنیم رنگشون براق و آجیلیه. تیری دیگه هر جوری بهش نور بدی همونجوری بهت تصویر میده. آشپزخونه سفید یه دست شد، از آخر اکچلی خورد. طرح پذیرایشون شد سمبل. اینجا رو بچه‌ها یادتون باشه تو ویدیوها من 2-3 سانت کشیدم این بالا کلا اینقدر دیوار اومده بود پایین. این لبارم که دیدید کامل تراشیدیم درست شد. آرکشون کانال پلرام که کلا چسب خورده بود. آقا اسکری عزیز راضی باشی از ما، زنده باشی. اتاق خوابشون هم باز کانال پلرا چسبشو کندیم، گچ جدید زدیم. باز